به زودی فصل 3 آخر اسکوید گیم منتشر میشه و کل اینترنت پر شده از تحلیل و موشکافی، تیزرها و پیشبینی راجع به فصل آخر. اما خیلی‌ها ممکنه واسه زنده کردن حس هیجان تو این سریال سراغ فیلم و سریال‌های مشابه برن. حالا من تو این ویدیو قراره بهتون بگم فیلم و سریال‌هایی که شبیه اسکوید گیم هستن و خیلی معرفی میشن ارزش دیدن دارن یا نه. اولین و پرتکرارترین پیشنهاد و شبیه ترین سریالی که شبیه سریال اسکوید گیم هست The 8 Show هست که محصول کره جنوبی هست و خیلیا بهتون حتما شنیدین، خیلیا بهتون خواهند گفت اگر میخواید چیز شبیه اون ببینید نمایش 8 رو ببینید. من این سریال رو تا انتها نگاه کردم و واقعیتی که فهمیدم اینه که اگر یه سریال تو مرحله اول جذبت نکنه محاله تو قدم‌های بعدی و مراحل بعدی این اتفاق بیفته. سریال خیلی بی‌منطق تر هست، روند کندی داره و اصلاً اون دنیا و اون هیجانی که تو اسکوید گیم دیدیم حتی سایش اینجا پیدا نمیشه. شاید بشه گفت 20% از اون هیجان اینجا تکرار میشه. خیلی حوصله سر بر تو مخه و واقعا میگم سریالی نیست که ارزش دیدن داشته باشه، ولی خیلی ها اینو معرفی میکنن با عنوان چیزی که شبیه اسکوید گیم هست. در ادامه 5 تا فیلم سینمایی بهتون معرفی میکنم که توی اینترنت میگن اینها بر اساس و طبق اون داستان اسکوید گیم هست. اولیش فیلم سینمایی از The God's Will هست، یه فیلم ترسناک فراتبیعی ژاپنی هست. شاید حتی بشه سورئال هم بهش گفت. راجع به دانش آموزی که توی بازی‌های قرار میگیره و حالا باید بتونه زنده از اونا بیرون میاد. من این فیلم دیدم. ببینید داستان و بازیاش منطقی نیستن، فضاش غیر قابل توجیه، بعضی جاها حتی کودکانه یا احمقانه ممکنه به نظر بیاد. شاید یه درصدی از یه جاهای اون هیجان اسکوید گیم توش پیدا بشه، اما اصلا قابل مقایسه باهاش نیست. در کل به نظر من ارزش دیدن نداره. دومین فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم فیلم ردی اور نات هست. فیلم بسیار بسیار عالی، خوش ساختیه، داستان قشنگ و متفاوتی داره، داستانش خطیه، اصلا از ریتم نمیفته و تا آخرین ثانیه هیجان داره. این فیلم سینمایی رو بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ببینید و فیلمی بود که برای خودم تو لیست فیلمای ماندگارم رفت که هر از چندگاهی دوباره بخوام نگاش کنم. فیلم بعدی که خیلی باز هم معرفی میشه که شبیه اسکوید گیم هست، بتل رویال هست، ژاپنی هست فکر میکنم. من اصلا فضاش رو نتونستم تحمل کنم و اصلا نتونستم تا انتها نگاش کنم، پیشنهادش نمیکنم. فیلم سینمایی بعدی دبلکو اکسپریمنت هست. فیلم خوبی بود، ارزش دیدن داره. من شخصا پایانش رو دوست نداشتم، احساس کردم یه جوری پایان باز باشه. به خوبی فیلم ردی اور نات نیست، ولی خب به بدی از The God's Will هم نیست، ارزش دیدن داره. آخرین فیلمی که بهتون معرفی میکنم فیلم The Game محصول سال 1997 و به کارگردانی دیوید فینچر هست. واقعا وقتی این فیلم رو دیدم خیلی لذت بردم و فهمیدم یه کارگردان خوب الکی اسمش در نمیره. خیلی خوش ساخته، تا لحظه آخر هیجان و غافلگیری داره، خیلی قشنگه و واقعا پیشنهاد میکنم که حتما اینو ببینید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید به هم بگید که ویدیوهای دیگه‌ای بسازم و فیلم و سریال‌های دیگه‌ای که بر اساس اسکوید گیم هستن رو بهتون معرفی کنم. مرسی که تا آخر نگاه کردید.